چرا افغان‌ها را آقای وزیر و سوریه میفرستین برای جنگ؟ ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. 25,000 افغان فرستادیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. ببینید کسی برای یک کشور دیگه نمیره یک کشور ثالث بجنگه. افغان برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب، کما اینکه از عراق رفتن، کما اینکه از جاهای دیگه رفتن. شما تسهیل کردین، ما صلاح دادن، ما کمک کردیم، صلاح دادن؟ ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. این داعش از یک طرف میگن افغان‌ها خودشون باید خودشون تصمیم گرفتن، ما نبردیمشون. صلاح دادن برشان. ببینید در کجای دنیا برای مهاجر اینها در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خود، اما اینا به خاطر اعتقادات خودشون رفتن. دعوت کردن شما در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خودشون پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان بزن داشتن و اینها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشه میتوانند با سابقه رزم با تروریست ها و داعش کمک دولت افغانستان باشه. برای مبارزه با داعش، مبارزه با ترور و حفظ امنیت افغانستان. در درون افغانستان؟ هر جا که دولت افغانستان. کجا هست این نیروها؟ اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستن، چون الان که جنگ، الان خطر از در واقع اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشتن، زندگی میکنن، کار میکنن. کجا؟ ایران؟ ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما چند هزار نفر هستن؟ من همون عددهایی که شما میگید رو شنیدم. 25,000. چقدر؟ 25,000. 5,000 من شنیدم. 5,000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشه.